میزگرد ما بسر مسئله حجاب بود. سوال محوری هم خانم چیلر مطرح کردن، این گرداننده میزگرد، این بود که حجاب یه مسئله سیاسیه. اگر سیاسیه چرا یه مسئله سیاسی؟ با توجه به تجربیات کشورهای متفاوت که اینجا مورد ارزیابی قرار گرفت، خانم ترک بودن، خانم بسمقی بودن از ایران که خودشون قرآن پژوه هستن و منم که بودم که در واقع هم تجربه ایران رو دارم در این زمینه، هم تجربه فرانسه. خب من بر اساس این تجربیات این سوال و بر اساس کارهای خودم به این سوال اینجوری جواب دادم که یعنی این مسئله رو مطرح کردم که به هر حال این حجاب اولا یه پدیده هستش که تو فقط در اسلام نیست، یعنی فقط به نام اسلام حجاب رو مطرح نمی‌کنن، بلکه در میان مسیحی‌ها، در میان یهودی‌ها هم این پدیده هست و همیشه هم فقط مربوط به زناست. یعنی در همه این مذاهب حجاب رو مختص به زنا کردن، به مردا اختصاص ندارن و این اولین مسئله‌ای که ما باید راجبش فکر کنیم که چرا حجاب فقط یک پدیده زنانه است. وقتی به این فکر کردیم میرسیم به اینکه به خاطر این هستش که یک نظم جنسیتی رو برقرار بکنه، یعنی بدن زن و کل پیکرش یک محل آشوب تلقی میشه و این در پوشش باشه و اینکه یه دیوار جنسیتی انجام بشه. خب بعد ولی این کافی نیست برای دنیای امروز. اگه بخوام به این موضوع برخورد کنیم بعد به این سوال دوم هم جواب بدیم که چرا اگر در زمان قدیم میگفتن خب خانواده نمیدونم اطراف اینا مطرح کردن، امروز مثلا فرض کنیم در یه برخی جوامع مثلا بعضی از خانم‌ها میگن نه من خودم یه همچین موضوع رو انتخاب کردم، یعنی بر اساس مسئله انتخاب خودم. بعد این بحث رو مطرح کردم که مثلا این انتخاب رو ما باید بتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم. نمیتونیم به صرف اینکه بگیم که یک موضوع انتخابه دیگه بگیم بحث تمومه. بحث از همینجا شروع میشه که این انتخاب به چه دلیل داره صورت میگیره و چرا این انتخاب رو فقط زنا، یعنی برمیگردیم باز به همون سوال قبلی و خب چطور میشه که در دنیای امروز مثلا فرض کن زنانی که تحصیلات دارن و زنانی که بالاخره از خونه بیرون اومدن چطور هستش که به این انتخاب دست میزنن و اونجا مجموعه شرایطی رو که هست مثلا در جامعه فرانسه مورد من خیلی کوتاه ارزیابی قرار دادم که مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، انواع متفاوت دلایل هست. مثلا یه دختر جوونی که توی محله‌ای هست که اون محله فشار و کنترل خیلی زیاده، خیلی موقع این دخترای جوون وقتی میرن بیرون اینو برمی‌دارن، وقتی میان تو میذارن، یعنی میان تو محله میذارن، بلکه یک چیز حمایتی احساس میکنن که یه جوریه که نگاه‌هایی که بهشون هست بهتره که اینجوری خودشون حمایت کنن. ولی خب این اتفاقی که میفته اینه که توی این فضا زن با حجاب میشه زن عفیف، زن بی حجاب میشه زن ناپاک. در نتیجه این فشار رو زنای دیگه باز بیشتر میکنه. بعد مسئله پول رو مطرح کردم، مسئله تجارت رو مطرح کردم، چون یکی از مسائلی که ما خیلی کم بهش توجه میکنیم که میلیون‌ها دلار خرج میشه برای که بتونه این حجاب جا بیفته، یعنی به عنوان اولا مد یا به عنوان یک اصطلاح چیزی، خاطر اینکه ترویج بشه این حجاب. و نکته بعدی هم بودش که این فقط در سطح یک تیکه پارچه نمیمونه، یه سلسله رفتار اجتماعی به زن‌ها همراهش میاد. تو زن با حجاب هستی بنابراین طور و به هر حال در ایران هم که طبعا یک مسئله سیاسی شده. حالا یه بحثی اتفاق افتاده، همیشه الان داره اتفاق میفته که به نظر من یه بحث انحرافیه که اونم اینه که آیا حجاب اولویته مثلا فرض کن در ایران یا نیست. من فکر می‌کنم که این سوال اصلا غلطه، چون فقط یک اولویت اولا وجود نداره، اولویت‌ها چندین تا هستن. دوما ما در ایران در یه شرایط آزاد نیستیم که بیایم بگیم که آدما خودشون انتخاب میکنن اولویتاشون، مثلا جنبش زنان خودش اولویتاشو انتخاب نمیکنه بلکه بر اساس شرایط فشار هم حرکت میکنه. در نتیجه کاملا میتونیم بفهمیم که وقتی که حجاب تبدیل شده به نماد یک حکومت و ایدئولوژیک شده، خب طبیعتاً کسایی که دارن کار فعال میکنن و اسمشون توی لیسته، اینا کمتر از همه میتونن اینو مطرح کنن. ولی زنای عادی که وقتی میگم عادی به این معنی نیستش که اونا غیر عادی ان، به این معنی که زنایی که اسمشون به عنوان فعال سیاسی نیست یا فعال زنان نیست، ما میبینیم که در خیابون‌ها روزمره دارن علیه حجاب مبارزه میکنن، حتی پسرای جوون یا مردای کمتر جوون هم میکنن. یعنی ما خیلی میبینیم که در خیابان‌های شهرهای بزرگ به خصوص خانواده درگیر میشن، اصلا
سر مسئله حجاب. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این اولویت نیست، ولی نمیتونیم هم در این حال بیایم بگیم چرا یه همه اصطلاحی چرا مثلا فرض کنیم فلان جنبش زنان یک کمپین نمیذاره، برای که این کمپین خطرش و درجه ریسکش برای اونا خیلی بیشتره. بنابراین به نظر من این بحثیه که لزوما بحث درستی نیست و ما اولین کاری که میتونیم بکنیم که این هستش که این پدیده رو بخوام مطرح کنیم. حالا آخرین حرفی که میتونم بزنم اینه که متاسفانه این بدفهمی‌ها و این مسائل بیشتر شده خاطر اینکه بخشی از عده‌ای به نام جامعه شناسی به نام تحقیق این مسئله رو مطرح می‌کنن که امروز دیگه حجاب اون شکل قبلی رو نداره، چون مثلا فرض کن زنانی هستن که خودشون کار میکنن، در صورتی که خود این ایده هستش که جلوی بحث رو میگیره. یعنی در واقع این هم باعث شده که مثلا یک نوع بدفهمی‌هایی به وجود بیاد. من فکر میکنم که نکته‌ای که من روش خیلی تاکید داشتم این بودش که ما بتونیم در یک فضای فکر و نقد با همه این مسائل برخورد کنیم و بریم جلو بدون اینکه مشاجره کنیم بر سر اینکه کی چیکار میکنه و آیا میدونیم یعنی بحثایی که میتونه اتفاق بیفته سعی کنیم که از در واقع تبدیل به یک جدل بی‌حاصل نشه.